این بیرق چوچگک به نظر من بیرق تاجیکستان است. احترام بیرق سر جایش. این بیرق تاجیکستان بیرق بیگانه، بیرق مردمه. برای من چرا روان کردی؟ با چی درد من میخوره که بیرق مردمه برای من روان کردی؟ و دومی که هر کسی که در صفحه ما کامنت روان میکنه، در ویدیوهای ما کامنت روان میکنه، در بغل بیرق مقاومت، بیرق ملی من نبینم، بلاکش میکنم. احترام کو تا احترام شوی. تشکر. این ویدیوی من خاص برای مردم شریف تاجیکستان است. لو یو تاجیکستان. و این خواهر عزیز ما که خیلی عصبانی بود، بالای ما یک ویدیو اپلود کرده بود و گویا فکر میکرد که من به بیرق تاجیکستان توهین کردیم. نه خیر، نه. ما مسئله داخلی خودم مطرح کردیم که در داخل افغانستان یک گروهی هستن که به بیرق ملی افغانستان به احترامی میکنن. ما در کشورهای همسایه خود تنها کشوری را که دوست دارم تاجیکستان است. من تاجیکستان خیلی دوست دارم، بسیار مردم شریف دارن. سوء تفاهم بردان پیش نباید. با بیرق تاجیکستان ما به احترامی نکردیم. ما فقط دیره مطرح کردیم که اگر بیرق مقاومت شما روان میکنین، در بغلش حداقل بیرق ملی ما روان بکنین که به احترامی نشه. بیرق تاجیکستان مقاومت ملی را روان کنین، حداقل بیرق ملی ما در اوجا باشه، به احترامی نشه به بیرق ما. هیچ کدام قصد توهین به بیرق تاجیکستان یا برای مردم تاجیکستان ما نداشتیم. من تاجیکستان خیلی دوست دارم. love you تاجیکستان. و خواهر عزیز، برای شما سوء تفاهم پیش آمدن. تشکر.